آوازخوان زاده تاجیکستان منیژه سنگین که موسیقی قاره اروپا ایورویژن نمایندگی میکند میخواهد ضمن هنرنمایش در صحنه این آزمون فرهنگ لباسپوشی مردم تاجیک را نیز به جهانیان معرفی کند. بنا به گزارش خبرگزاری روسی سپوتنیک، منیژه در بین داوطلبان در ایورویژن با لباس غیر عادیش هم فرق میکند و در سر و لباس خود به طور فراوان از نقش و نگار و سنت های لباس دوزی تاجیکی استفاده میبرد. به تهیه لباسی که منیژه با آن به صحنه ایورویژن میبراید، مادرش نجیبه عثمانووا مشغول بوده است. بک و کلیستای منیژه هم با لباس چکن هنرنمایی خواهند کرد. نقش و نگار چکن را میتوان در سر لباسی که منیژه هنگام اجرای کاور ترانه گروه تاتو نیور نیبایس نیپرسی و هنگام اجرای فرضیه نوی ترانه راشن وومن به بر کرد نیز مشاهده کرد. این لباس را طراح مشهور تاجیک نفیسه امرانووا دوخته است. منیژه در مقابل سینگل راشن وومن لباس دوخته نفیسه امرانووا را پوشیده بود. امرانووا به سپوتنیک گفت که 2 سال باز با منیژه همکاری دارد. او تصدیق کرد که لباس سیاه با نقش و نگار چکن و لباس بک و کلیستای منیژه را او دوخته است. امرانووا گفت منیژه با استفاده لباسهای نقش و نگارشان چکن میخواهد تاکید کند که او نماینده مردم تاجیک است. به عقیده طراح تاجیک، منیژه همچنین میخواهد نشان دهد که چکن تاجیکی به اسلوب اروپایی لباسپوشی موافق بوده، آن را حتی زینت بیشتر میدهد. آزمون ایورویژن 2021 از 18 تا 22 می در شهر روتردام هلند دایر می شود. روسیه را در این آزمون آوازخوان 30 ساله زاده دوشنبه منیژه سنگین با ترانه راشن وومن نمایندگی می کند. انتخاب منیژه واکنش های مختلفی را در روسیه به بار آورد و برخی خود این را که یک زاده تاجیکستان از نام روسیه به ایورویژن می رود زیر سوال گذاشتند. در روسیه از ترانه راشن وومن و متن و مضمون آن نیز زیاد انتقاد میکردند، ولی کلیپ ترانه منیژه با 10 میلیون تماشابین در کانال ایورویژن در یوتیوب در بین 41 داوطلب جای اول را به دست آورد و دهان بدگویانش را بست.